گروه از دانشجویان تاجیک را تأخیر طولانی در دریافت استیپندیا از دانشگاه و سر و صداها در مورد محروم شدن از کمک پولی نگران کرده است. علی جان دانشجوی دانشگاه ناصر خسرو که از ناحیه دورتر شهر هر روز به دانشگاه میآید میگوید 128 سومانی استیپندیا میگرفت و این مبلغ هم کم و بیش او را از والدانش که در دهه زندگی میکنند و کاری خوبی ندارند مستقلتر میکرد و 4 ماه است در دریافت این مبلغ هم اذیت میکشد. علی جان میگوید ای نوحیه میویم هر روز 10 سم 15 سم میوی عبید میگی نخیر وقتی نخیر 15 سم هر روز نمیشود که ای خونه بگی با خیامور هم میدیدن کم کم یوردمون نشیدو. علی جان میگوید مسئولان دانشگاه سبب اصلی تأخیر در پرداخت استیپندیا را برایشان نمیگویند، اما در میان دانشجویان سر و صداهایی هست که احتمال است دیگر فقط به دانشجویان یتیم کل کمک پولی داده شود. اما در دانشگاه ناصر خسرو سر و صدای محروم شدن از استیپندیای دانشجویان را رد کردند. اما رحمت کریم شریفو مسئول دانشگاه مذکور گفت مشکل الکی رفع شده و خود همین روز یعنی 12 ایون به کارت دانشجویان پول گذرانده خواهد شد. وی گفت همین دفعه نمیدونم چی سبب شد که کمتر تاخیر شده. اما بعد که این سحر مسئله در صحبت شده بود همین روز ممکن تر میشه نسی که روشه مسئله که ما پیگیری داریم خدمت. دانشگاه ناصر خسرو قرغانتپه 7000 دانشجو داشته است و به گفته مسئولین 60% این محصلین از استیپندیا یا کمک پولی برخوردارند. استیپندیا هم وابسته به تحصیل دانشجو از 50 تا 180 سومانی مقرر شده است. در ضمن این برای اولین بار نیست که دانشجویان یک دانشگاه در تاجیکستان با تأخیر و به گذشته 3-4 ماه نمیتوانند کمک پولی را که دولت برایشان پیش بینی کرده است به دست بگیرند. دانشجویان از دیگر دانشگاه‌های کشور هم پیوسته همین موضوع را در محفل خود به بحث میکشند که کمک پولیشان را نمیتوانند هر ماه سر وقت بگیرند.